خب برای شروع کردن غذا از چه سنی شروع بشه؟ خب خیلی از مادرها میپرسن از چه سنی غذا رو کمکی رو شروع بکنیم. تو بعضی از بچه‌ها 4 ماهگی، بعضی بچه‌ها 5 ماهگی و اون چیزی که اصول قبلی بوده همیشه اصرار بر این بود برای 6 ماهگی باشه. ولی خب الان دیگه خیلی اصرار بر 6 ماهگی نیست، ما حتی از 4 ماهگی هم غذا رو شروع می‌کنیم بسته به در واقع شرایط فیزیکی خود بچه. اگر بچه باشه که در 4 ماهگی وزنگیری خوبی نداره، تغذیه مناسبی نداشته، ریفلاکس شدیدی داشته یا به هر علتی محدودیت‌های غذایی به خاطر آلرژی بالایی که داشته، میتونیم غذای کمکی براش زودتر شروع کنیم. ولی معمولا اگر اینجوری نباشه از 5 ماهگی شروع می‌کنیم. یه سری علائم و مشخصی فیزیکی تو بچه هست که تو شرح حال معاینه فیزیکی مشخص میشه. یکی اینکه بچه که در حالت از حالت خوابیده سعی میکنه خودشو بلند کنه، سر و گردنش رو میاره بالا، یعنی این بچه تمایل داره به غذا خوردن و این آمادگی رو داره. بچه که به غذا خوردن پدر مادر ریاکشن داره نشون میده، دنبال میکنه غذا رو، دهن خودش رو باز میکنه غذا به منم بدید، یعنی بچه آمادگی غذا خوردن داره. اگر از نظر دفع مشکلی نداشته باشه، خدمت شما عرض کنم یبوست نداشته باشه و رشد فیزیکیش نرمال باشه، از 5 ماهگی میتونیم برای غذا شروع کنیم. و اینکه با چه غذایی شروع کنیم باز تو بچه‌های مختلف فرق میکنه. حالا بعضی به روش همون BLW یا به صورت مواد غذایی پوره سبزیجات یا که به روش پوره حال در صورت فرنی یا حیر بادوم میتونیم برای غذا بچه‌ها رو شروع کنیم براش.